سلام کریپتورا، چطورید؟ این داستان درباره یه دختریه که وقتی بچه بوده به همراه دوستش پیش پیشگوی شهر کوچیکشون میره و بعد از اینکه آینده‌شو میفهمه زندگیش به کل به هم میریزه. سلام، میخوام از تجربه رفتن پیش پیشگو براتون بگم. تجربه‌ای که ترسی رو برام به همراه آورد که بعد از گذشت این همه سال هنوز همراهمه. من توی شهر کوچیک اطراف سمنان به دنیا آمدم. شهری که اینقدر کوچیک بود که تا حدی به روستا شباهت داشت. مردمای شهرمون همه محلی نبودن و از شهر و استانهای اطرافم اینجا آمده بودن. این قضیه شامل خانواده خودم هم میشد. پدر و مادرم قبل از تولد من به اینجا آمده بودن. و میشد گفت من تقریبا هیچ وقت جایی بیرون از این شهر نرفته بودم. شغل پدرم دامداری بود و مادرم هم خونه دار. پس کم پیش می اومد که از شهر بریم بیرون یا بریم برای سفر. اما یادمه همون دفعات محدودی هم که رفته بودم باعث به وجود اومدن یک رویای بزرگ توی ذهنم شده بود. رویای رفتن از این شهر و ساختن یک زندگی طبق ایدئالهای خودم توی شهر بزرگتر. دوستم سارا که 1 سال از من بزرگتر بود هم همین رویا رو داشت. ما از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و همه جا همراه هم بودیم. برعکس باقی مردم شهر که به شدت خرافاتی بودن و به زن رمال و پیشگوی شهر باور داشتن، من و سارا ذهن بازتری داشتیم و این خرافات رو مسخره می کردیم. همیشه به این فکر می کردیم که مردم شهرمون واقعا عجیب بودن و باور رو این همه خرافات و بت ساختن از یک پیرزن رمال واقعا برامون مضحک بود. من و سارا هیچ وقت این پیرزن از نزدیک ندیده بودیم. در واقع ما خیلی بچه تر و ترسوتر از این حرفا بودیم که بخوایم بریم و حتی اون رو از دور نگاه کنیم. تا اینکه تابستون سالی که من 12 سالم شده بود با سارا تصمیم گرفتیم بریم پیش پیرزن رمال و ازش بخوایم آینده‌مون رو ببینه و بهمون بگه. اما این به این خاطر نبود که ما باور کرده بودیم که اون یک پیشگو واقعیه. دلیلش این بود که ما حوصله‌مون سر رفته بود. در واقع توی شهر ما جایی برای تفریح 2 تا دختر بچه وجود نداشت. پس یک روز با سارا پول تو جیبی همونو جمع کردیم و رفتیم خونه یه زن پیشگو. قبلا فکر می‌کردم خونش باید تاریک، ترسناک و حتی خوف‌آور باشه. ولی در واقع یک کلبه تمیز و نقلی وسط یک باغچه کوچیک بود. پرده‌های پنجره‌های کوچیک کشیده شده بودن و در سبز رنگم بسته بود. اما همین که من و سارا به مسیر سنگی باریکی که به در ورودی رسیدیم و قدم روش گذاشتیم، در به آرومی باز شد و پیرزنی ازش بیرون اومد. تصورم از پیرزن هم درست مثل خونش بود. توقع یک پیرزن فرتوت، زشت و ترسناک داشتم. اما اون شبیه یک مادر بزرگ معمولی بود که از مرغاش مراقبت میکرد و به باغچه‌ش آب میداد. لباس محلی رنگی تنش کرده بود و دست به سینه به ما که با تردید بهش نزدیکتر میشدیم نگاه میکرد. سارا آروم کنار گوشم زمزمه کرد. اون از کجا فهمید ما داریم میایم که درو باز کرد؟ من هم در جواب بهش گفتم احتمالاً از پنجره ها. سارا نگاهی به پنجره ها کرد و گفت اما پرده ها کشیده بودن. من با دقت بهشون نگاه میکردم. پرده ها اصلاً تکون نخوردن. اون از پنجره ها ما رو ندیده. ابروهامو با سرگرمی بالا انداختم و در جوابش فقط نیشخند زدم. برخلاف من، سارا از همین الان هم خودش رو متقاعد کرده بود که این زن واقعاً یه پیشگوه. نزدیکی پیرزن که رسیدیم با مهربونی به ما تعارف کرد که داخل بشیم و برامون چای آورد. این کارش عجیب نبود چون توی شهر ما مهم نیست تو چند سالته. همیشه اولین چیزی که بهت تعارف میشه چاییه. تشکر کردیم و بهش گفتیم که ما اینجاییم که آینده‌مون رو بهمون بگه و پولی که جمع کرده بودیم و بهش دادیم. پیرزن به اسکناسای رنگارنگ مچاله شده توی دستای کوچیک ما نگاه کرد و لبخند زد. با نگاهش اشاره کرد که پولا رو کنار بذاریم. بعد گفت کدومتون میخواد که اول آینده‌ش رو ببینم؟ سارا با ذوق گفت لطفاً اول آینده منو ببینید. میخوام بدونم قراره با کی ازدواج کنم. پیرزن لبخند زد و دست سارا رو گرفت و چشماشو بست. اون هیچ گوی شیشه‌ای مثل جادوگرای انیمیشنا یا حتی قرآن و کاسه آب هم نیاورد. به سادگی فقط چشماشو بست و دست سارا رو لمس کرد. این خیلی معمولی بود. ما توقع یه چیز جالبتر رو داشتیم. اما پیرزن برای مدت طولانی چشماشو بسته نگه داشت و لبخندش کم کم محو شد. بعد چشماشو باز کرد و دست سارا رو ول کرد و بهش گفت تو قراره با کسی به اسم سامان ایزدی ازدواج کنی.
سارا دستش رو عقب کشید و به فکر فرو رفت. روی صورتش پر از رویاهای یک دختر بچه 13 ساله بود که توی فکر مدل لباس عروسشه. منم دست کمی از اون نداشتم. به هر حال ما واقعا بچه بودیم. پیرزن نگاهی به من کرد و گفت تو چی میخوای؟ من گفتم میخوام بدونم در آینده چه اتفاقی برام میافته. پیرزن دست من رو هم گرفت و چشماشو بست. اما خیلی زودتر از کاری که برای سارا کرده بود چشماشو باز کرد و دستمو ول کرد. با خونسردی به هم گفت تو قراره توسط کسی که پوست بقیه رو میکنه و نگه میداره کشته بشی. تو اون رو میبینی که دندوناش رو تیز میکنه، خونه روی دستاش رو میشوره و به سمتت میاد. تو این رو میفهمی، اما وقتی واقعا بیاد سراغت از پشت سرت میاد و تو هیچ وقت نمیفهمی. پیرزن بدون توجه به قیافه ترسیده و وحشت زده من و سارا پولا رو به ما برگردوند و گفت برید. من برای پیشگویی هام پول نمیگیرم. و به سادگی ما رو از خونه بیرون کرد. سارا همزمان که سعی میکرد من رو دلداری بده و بگی که اینها فقط خرافات و چرت و پرته و هیچ کس قرار نیست من رو بکشه، اسم سامان ایزدی رو زیر لب زمزمه میکرد. من سکوت کرده بودم و میخواستم فقط برگردم خونه. من ترسیده بودم. من فقط یه بچه 12 ساله بودم. معلومه که وحشت میکردم. از خودم میپرسیدم چرا آینده سارا باید رمانتیک میبود و آینده من مرگ به دست یک قاتل پوستکن. بعد از گذشته یک مدت تقریبا طولانی و گفتن این حرفا به والدینم و بقیه، وقتی اونا خندیدن و گفتن این چرت و پرته، منم آروم شدم. به خودم میقبولوندم که حق با اوناست. اما تا چند سال بعد، تا وقتی که دانشگاه قبول بشم و بخوام از این شهر برم، همیشه سنگینی نگاهی رو روی خودم احساس میکردم. از ترس قاتل همیشه همه جا رو چک میکردم و میگشتم، اما هیچ کس یا هیچ چیزی رو پیدا نکردم. میدونستم که همه اینها از ترس خودمه، اما باز هم نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. وقتی به دانشگاه رفتم، اون سنگینی نگاهم از بین رفت و من دیگه نمیترسیدم. انگار هر چیزی که بود توی همون شهر مونده بود. دانشگاه هم که تموم شد، همونجا یه کار پیدا کردم و موندم. میخواستم مستقل باشم و دیگه به شهرمون برنگردم. والدینم هم با این قضیه مشکلی نداشتن. چند سال از کار کردنم میگذشت و فقط یه خاطره محوی از اتفاقات اون سالها داشتم. رابطم با سارا خیلی کمرنگ شده بود. تا اینکه یک روز سارا با هم تماس گرفت و من رو برای عروسیش به شهرمون دعوت کرد. اسم داماد سامان ایزدی بود. دوباره ترسم برگشته بود. اما به خودم میگفتم این فقط یه اتفاقه و اون زن یه پیشگوی واقعی نبوده. برای عروسی سارا به شهرمون برگشتم و روزای خوبی رو گذروندم. داماد پسر خوبی بود و سارا هم خوشحال بود. شنیده بودم که پیرزن پیشگو هم مرده. چند روز بعد از عروسی برگشتم جایی که خودم برای زندگی انتخاب کرده بودم. چند وقت بعدش هم شنیدم که سارا بار داره. درگیر زندگی شدن حتی ما رو بیشتر از هم دور کرده بود و من برای مدت‌ها بود که خبری از سارا نداشتم. حدوداً 3 سال بعدش هم تصمیم گرفتم برگردم شهرمون و دامداری پدرم رو مدیریت کنم. کمر پدرم آسیب دیده بود و به تنهایی نمیتونست از پس اداره کردن دامداری بر بیاد. بعد از اینکه یکم کارها رو سر و سامون دادم، تصمیم گرفتم یه سر به سارا بزنم. وقتی در خونش رو زدم، سامان در باز کرد و با تعجب به من نگاه کرد. سلام کردم و سراغ سارا رو گرفتم. صورت سامان کمی ناراحت شد و منو به داخل دعوت کرد. یه چایی ریخت و جلوم گذاشت. گفت فکر میکردم خبر داری. سارا بچه ها رو برداشته و از پیش من رفته. یه مدتی هست که منو ول کرده. تعجب کرده بودم. سارا خیلی زندگیشو دوست داشت. چرا اون رو ول کرده بود؟ به سامان گفتم چون خیلی وقتا که با سارا در ارتباط نبودم از این قضیه خبر نداشتم. متاسفم که این اتفاق برای زندگیتون افتاده. سامان تشکر کرد و گفت میخوای یکم بیشتر بمون. من یه لحظه میرم دستشویی. سامان رفت توی دستشویی و صدای باز شدن شیر رو شروع اومد و بعد صدای مسواک زدن. من هم گوشی رو برداشتم و دنبال آخرین پیام‌های سارا گشتم که یک لحظه گوشی از دستام لیز خورد و رفت زیر مبل. خم شدم و گوشی رو برداشتم که دستم به چیز پشمالویی برخورد کرد. با کنجکاوی بیرون کشیدمش. دسته موی سر بود که به تهشون پوست چسبیده بود. وحشت زده به چیزی که توی دستم بود نگاه کردم. پوست هنوز قرمز، تازه و کمی خونی بود.
اونقدر ترسیده بودم که حتی نمیتونستم اون رو کنار بندازم. وحشتناکتر این بود که موها رنگ موهای سارا بودن. سامان هنوز توی دستشویی بود. موها رو ول کردم، گوشی رو برداشتم و دویدم. از خونه بیرون زدم و به سرعت سوار ماشینم شدم. دیدم که سامان هم با عجله از خونه بیرون دوید و دنبالم اومد. پامو روی گاز گذاشتم و به سرعت ازش دور شدم. وقتی به خودم اومدم که به شهری که زندگی می‌کردم رسیده بودم. توی خونه رفتم، در و پنجره ها رو بستم و با پلیس تماس گرفتم. هر چی که دیده بودم و بهشون گفتم. بعد از اینکه قطع کردم، حرفای پیشگو توی مغزم برای بار هزارم توی این سالها تکرار شد. پیشگو گفته بود اون پوستا رو نگه می‌داره. دستای خونیشو میشوره و دندوناشو تیز میکنه. سامان پوست سر سارا رو نگه داشته بود. به دستشویی رفته بود و دستاشو شسته بود و حتی مسواک زده بود. اینا همه شبیه چیزایی بود که به نوعی به حرفای پیشگو میخوردن. تا مدت‌ها نمیتونستم از خونه بیرون برم. وقتی با والدینم تماس گرفتم و در مورد ماجرای سامان و سارا پرسیدم، اونا گفتن که پلیس واقعا اونجا رفته بود. اما انگار چیزی پیدا نکرده بود. انگار واقعا سارا سامان رو ول کرده بود. اما تنها کسی که میدونست واقعیت ماجرا چیه من بودم. ولی هیچ راهی برای اثباتش نداشتم. از همه بدتر قسمت آخر حرفای پیشگو بود. اون گفته بود وقتی اون واقعا بخواد سراغت بیاد، از پشت سر میاد و تو هیچ وقت نمیفهمی. تمام این سالها من با یه ترس درونی زندگی کرده بودم. اما الان میدونستم که قراره کشته بشم. اما هیچ کاری از دستم بر نمی اومد.